20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به ناحیه خاولین به طور فاصلوی مجمع معاصر ورزشگاه را در دهه دره مختار به استفاده دادند. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مجمع ورزشی از جانب صاحبکار وطنی حسن و عبدالله در دایره نقشه چهاربینی ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. انشاءات مذکور از 26 حجره استراحتی، آشخانه، میدانچه فوتبال، حمام، حوض شناوری، تالارهای ورزشی و انبار برای نگهداری محصولات عبارت بوده. برای برگزاری مشق و تمرین و استراحت ورزشکاران تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خاولین یک مجمع ورزشی معاصر در موضع بسیار خوشبود و هوای دره مختار مورد استفاده قرار داده شد. مجمع ورزشی معاصر برای مشق گذرانی ورزشکارانی که به این موضع می آیند و تمرین های همروزه اشون را میگذرانند آماده کرده شده است. کارهای ساختمانی در انشاءات ماه می سال 2025 آغاز گردیده، آن بر رعایت طلبات معاصر معماری و شهرسازی و با صفت بلند بنیاد شده است. من مینتداری خودم را به پیشوای معظم ملت میرسونم که به ما چنین تالارهای ورزشی را مهیا نموده، ما من بعد تمرین‌های خودمون رو در این تالار ورزشی گذرانده و مشق‌های خودمون رو همه روزه زیاد میکنیم و کوشش میکنیم که در مسابقات جمهوری و سطح بین‌المللی اشتراک نموده پرچم دولت عزیزمون رو بلند برداریم. حجره‌های کاری و تالارهای تمرینی با تجهیزات معاصر ورزشی پوره مجهز گردیده، برای کارمندان و ورزشکاران شرایط مساعد فعالیت مهیا کرده شده است. در جریان کارهای ساختمانی زیاده از 20 نفر ساکن محلی با جای کار موقتی و معاش خوب تأمین گردیده. بعد به استفاده دادن انشاءات 12 نفر با جای کار دائمی تأمین شدند.